هر چقدر که چاقومون کند باشه و از آلیاژ نامرغوب تری توش استفاده شده باشه، میزان گریدی که ما استفاده میکنیم توی این سنگ ها سخت‌تر میشه، درشت‌تر میشه در واقع. این چاقو بچه این سنگ ها با سنگ بهش میگن سنگ نفت یا سنگ چاقو تیسکا. قبل از استفاده حتما باید یه تایمی رو بذاریم توی آب بمونه که هم درجه سختیش بیشتر یعنی متراکم‌تر بشه، همین که براده کمتری ازش خارج شه. این چاقو رو میخوایم تیزش کنیم که ببینیم. خیلی چاقوی تیزی نیست، خیلی هم کند نیست، ولی ما شروع میکنیم با یک گرید پایین‌تر. یه لایه باید در روی این برداریم. میبینید به چه صورت سنگ میزنم؟ خیلی سنگ رو اینجوری میزنم بچه، این اشتباهه. سنگ باید این شکلی باشه. تمام طول سنگتون و تمام طول چاقوتون باید در تماس باشن با هم دیگه که همه این تو مدت زمان طولانی همه این به صورت یکسان بره پایین. دیدید کسایی که کار میکنن دیدن معمولا یه سنگ داریم که این وسطش یه شکم رفته پایین و دورش اینجوری گوشدار مونده، به خاطر اینکه درست از سنگ استفاده نمیشه و بعد از یه مدتی حتی از کمر با اولین ضربه میشکن. شما که دارید کار میکنید تا دیدید دم دست بچه‌ها